در شهر بختار بر اثر یک سوختار 3 شهروند ازبکستان جان باختند. در این سوختار از جمله 2 کودک نابالغ به هلاکت رسیده است. گفته می شود که این شهروندان ازبکستان در منزل اجاره زندگی می کردند. ولیجان بیگی جانزاده سردار قسم آتش نشانی شهر بختار در صحبت با از پلیوس این حادثه و هلاکت 3 شهروند کشور همسایه را تایید کرد. سوختار روز یکشنبه 27 مارس در خانه رقم 6 کوچه اوریای محله بهار سر زد. این شهروندان ازبکستان در این خانه اجاره نشین بودند. چنان معلوم شد صبح ساعت 7:00 مادر خانه که به صاحبکاری مشغول بود به شهر ترسونزاده می رود. دوستان رستموف پدر خانواده در خانه را محکم کرده برای خریدن شیر می رود. در وقت نبودن پدر کودکان دستگاه گرمکنی الکترونی را چپه می کنند که در نتیجه سوختار به عمل می آید. گفت بیگین جانزاده. به گفته این مسئول سوختار نشانی همسایه ها تقریبا ساعت 8 از سوختار خبر می شوند و در خانه را می شکنند ولی وارد خانه شدن نمی توانند. در همین حال به قسمت نوبداری ریاست آتش نشانی زنگ می زنند تا رسیدن ما دوستان رستموف رسیده می آید و برای نجات کودکانش به خانه می درآید. وقتی دسته آتش نشانی به جای حادثه می رسند و وارد خانه می شوند الکی کودکان و پدرشان به هلاکت رسیده بودند. جسد آنها از آنجا بیرون برآورده شد. دوستان رستموف ساکن کوچه عبدالله قلندروف نویه کتاب ولایت قشقدریای ازبکستان بوده. سال تولدش 1996 بود. کودکان نابالغش دولتبک رستموف 4 ساله و دیاربک رستموف 3 ساله بودند. در پی این سوختار دادستانی شهر بختار سنجش را آغاز کرده است. ولیجان بیگی جانزاده میگوید بنا به خلاصه های پیشکی گناهکار سر زدن سوختار و به هلاکت رسیدن کودکان پدرشان مرحوم دوستان رستموف شده است. اگر دوستان رستموف در کودکان را قلف نمیکرد آنها امکان زنده ماندن را داشتند ولی پدرشان در را محکم کرده و رفته است. در نتیجه هم خود و هم کودکانش به هلاکت رسیدند. میگوید ولیجان بیگین جانوف. به گفته منبع جسدها را الکی برای دفن کردن به جمهوری ازبکستان بردند.